شبهه عبارت از این است که بارها و بارها شنیده شده، چه از جانب مسیحیان، چه از جانب یهودیان، چه حتی از جانب ملحدین، که این شبهه رو وارد کردن و گفتن که قرآن شما این از خود چیزی نداره، از خود یک درونمایی نداره، بلکه هر چی که داره این از کتب قبلی گرفته شده. یعنی قرآن از تورات و از انجیل و کتب سابقه گرفته شده، از خود چیزی نداره. ما این شبهه رو من بررسی بکنیم که آیا واقعا گفته اینها حقیقت داره یا نه. برای رد گفته اینها دلایل بسیار زیاد وجود داره. یکی از مهمترین دلایل ما این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم امی بودن، سواد خواندن و نوشتن رو نداشتن. اینا یعنی نمیتونستن تا به خط عربی بنویسن و حتی خط عربی رو بخوانن، چه رسه به کتاب‌های گذشته اونا به زبان عبری بود، بیشتر به زبان سریانی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم خط عربی رو نمیتونستن بخوانن و بنویسن، پس از خط عبرانی و سریانی که به طریق اولا هیچ آگاهی نداشت. و حتی این چیزی است که دانشمندان خود اینها، خود دانشمندان مسیحی و مستشرق این رو اعتراف کردند. چون که یک دانشمند مثل کارن آرمسترونگ می‌نویسه که در کتب دست اول اصلا نیامده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بتونه چیزی بنویسه یا بخونه. یعنی رو خود اینا هم قبول دارن که پیامبر ما اصلا قدرت خواندن و نوشتن عربی رو نداشتن، چه رسه به عبرانی و سریانی. و مستشرقین بسیار زیاد دیگه اونها هم اعتراف کردن که پیامبر ما امی بودن، سواد خواندن نوشتن نداشتن، مثل ماراچی، مثل اوکلی، مثل جروک، مثل آرموند پیپر و دیگه کسایی هست مثل آرنولد و پالمر. اینا همه قائل هستن که اصلا رسول الله صلی الله علیه و سلم سواد خواندن و نوشتن عربی رو نداشتن، چه رسه به که اونا باز عبرانی بخونن. و به همین خاطر میدانیم که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم امی بودن، سواد خواندن نوشتن نداشتن، به همین خاطر کاتبان وحی داشتن. حتی بعض از علما فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم 61 نفر کاتب وحی داشتن که هر موقع آیه نازل می شده پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتونست آیه رو برای خود بنویسن، بلکه کاتبان وحی رو صدا میکردن که بیاین و این آیه رو در کجا، در فلان سوره و در کجا قرار بده و اونها این آیات رو مینوشتن. این خود دلالت بر این داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی بودن. کسی که سواد خواندن نوشتن رو نداشته باشه چطور میتونه که کتابای قبلی رو خوانده باشه و باز از روی اونها قرآن رو بنویسه؟ و از همه جالبتر اینه که اولین نسخه از کتاب مقدس که به زبان عربی ترجمه شد او در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبوده، بلکه 250 سال بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. یعنی اولین تورات و انجیلی که به زبان عربی ترجمه شد، از زبان عبرانی یا سریانی به زبان عربی ترجمه شد، توسط یک شخصی به اسم سید ابن یوسف تقریبا 250 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم این ترجمه کرد. البته در مورد تورات و حتی در مورد انجیل می‌فرمایند که اولین انجیلی که به عربی ترجمه شد 1000 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. پس چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن رو از کتب گذشتگان، از تورات و از انجیل گرفته؟ این چیز محال است، امکان نداره. حتی خیلی از کشیش‌های متعصب مسیحی که به شدت ضد اسلام هستن مثل لامانس، اینا اعتراف کردن که امکان نداره که قرآن از کتب مقدس گرفته شده باشه. این چیز محال است، چون اولین نسخه توراتی که به عربی ترجمه شد 250 سال بعد از پیامبر و اولین نسخه انجیلی که به عربی ترجمه شد او 1000 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم به عربی ترجمه شده. و عبارات بسیار زیادی هست. مثلا یکی از مستشرقا به اسم لایتنر میگه آنقدر که من از دین یهود و نصارا آگاهی دارم، این را میگویم که علم پیامبر اسلام اقتباسی از کتب گذشته نبوده، یعنی علم اونها از کتب گذشتگان گرفته نشده و هیچ شکی در اون نیست. دیگه اقوال بسیار زیادی از دانشمندان و از مستشرقین ذکر شده. علتی که بعضی شبهه رو مطرح کردن این هست که میگن به خاطر مشابهتی که بین مطالب
قرآن و بین مطالب تورات و انجیل داره، به این خاطر ما فکر میکنیم که قرآن از تورات و انجیل گرفته شده. اما این حرف اشتباه می باشه، یعنی حرف درستی نیست. تنها مشابهت داشتن دلیل نمیتونه باشه که یک کتاب از کتاب دیگه گرفته شده باشه. به طور مثال وقتی یک استاد در یک مهندون در یک کلاس درس برای شاگردای خودش میگه شما همه مثلا در مورد یک شبهه تحقیق بکنید، در مورد یک مسئله تحقیق بکنید. حالا اگر اینا رفتن هر کدام جدا جدا تحقیق کردن، آیا این معنا است که تحقیق یکی از یکی دیگر گرفته شده، این از بالا رو نگاه کردن؟ نه، امکان نداره. این درست نیست. این حرف درست نمی باشه که تنها به خاطر مشابهت داستانهایی که در قرآن آمده با داستانهایی که در تورات انجیل آمده ما بگیم که قرآن از تورات انجیل گرفته شده. نه، بلکه مشابهت بین داستانهایی که در تورات انجیل و در قرآن است فقط به خاطر این باشه که همه اینها از جانب الله جل جلاله می باشه. تورات هم از جانب الله نازل شده، انجیل هم از جانب الله جل جلاله نازل شده و قرآن کریم هم از جانب الله جل جلاله نازل شده. وقتی که مصدر نزول هر سه تا یک چیز باشه خب میتونه طبعا مشابهت‌هایی داشته باشه، خصوصا که الله جل جلاله در قرآن می‌فرماید که قول بگوی پیامبر ما کنت بدعا من الرسل، من یک پیامبر جدید نیستم، یعنی حرف من حرف جدیدی باشه، نه، بلکه حرف پیامبر عین حرف همه انبیاء قبلی بوده. و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هر پیامبری که تشریف آورد مسئله توحید رو ذکر کرد و حرفایی و سخنایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن عیناً هم سخنا و حرفایی بود که انبیاء قبلی علیهم السلام گفتن. پس این که مشابهت داره به علتی است که هم از جانب الله جل جلاله نازل شده، هم تورات و هم انجیل و هم قرآن کریم. فرض بری بگیریم که حرف شما درست که قرآن از تورات و انجیل گرفته شده، اما برای این حرف ما باید چندین مسئله رو در ذهن خود باید فرض بکنه. اولی که پیامبر صلی الله علیه و هم باید زبان عربی رو یاد داشته باشه، هم زبان عبری رو یاد داشته باشه، هم زبان سوریانی رو یاد داشته باشه، هم زبان یونانی رو یاد داشته باشه. در حالی که ثابت نیست که پیامبر صلی الله علیه و غیر از زبان عربی و زبان دیگری صحبت کرده باشه. ولی ما فرض میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و برای اینکه بتوانن که قرآن رو از تورات انجیل بگیرن این 4 تا زبان رو یاد دارن. و دیگه ای که پیامبر صلی الله علیه و باید یک کتابخانه خیلی بزرگی می داشتن که داخل این کتابخانه تمام کتب تلمود، تمام انجیل‌های مسیحیان، تمام مکتوبات دیگر مسیحیان، حالات پاپ‌های اونها، دیگه کتاب‌های مختلف اونها همه رو داخل کتابخانه خود جمع می داشتن. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میگرفتن و از داخل این کتابخانه از لابلای کتاب‌ها مطالب رو نقل میکردن و بعد اونا رو جمع میکردن یک جا در قرآن کریم، در حالی که اصلا ثابت نیست پیامبر صلی الله علیه و غیر از عربی زبان دیگر یاد داشت و اصلا زمان پیامبر صلی الله علیه و کجا کتابخانه‌ای بود، نان برای خوردن رو نداشتن، چه رسیدی که یک داشته باشه. بعد رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نیاز داشتن که زبان یهودی‌ها رو کسی یاد داشته باشه، می‌بینیم که خودشان یاد ندارن، بلکه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه رو می‌فرستن که برو تو زبان یهودی‌ها رو بگیر که ما نامه‌هایی که می‌نویسیم اینا به ما خیانت نکنن و کسی باشه که زبان اینها رو بفهمه. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه رفت و در مدت 15 روز فقط کل زبان یهودی‌ها رو یاد گرفت. الله جل جلاله در قرآن کریم اشاره میکنه به طرفی که پیامبر صلی الله علیه و آله اصلا نمیتونستن خط بنویسن. بفرمایید و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اصلا تو قبل از این نه کتابی میتونستی بخوانی ولا اصلا تو با دست خود میتونستی چیزی بنویسی. اگر تو خواندن و نوشتن رو یاد میداشتی اون موقع انسان‌های باطلگرا شک میکردن. چه میگفتن؟ میگفتن خیلی خواندن نوشتن یاد داره، یه هفته از کتاب‌های دیگه را خوانده و حالا برای خود نوشته. پس وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله امی باشن، سواد خواندن نوشتن رو نداشته باشن، پس این شک پیدا نمیشه و هرگز امکان نداره که رسول الله صلی الله علیه و آله
از کتب قبلیان چیزی گرفته باشه. و مسئله دیگری که ما در جواب این سوال مطرح می‌کنیم اینه که شما بیاین ثابت کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چند بار با یهودی‌ها و مسیحیان ملاقات داشته که از کتاب‌های اینا بگیره. چیزی که در تاریخ آمده فقط یک مرتبه تعدادی از علمای مسیحی نجران آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط برای مناظره با رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعدادی از یهودی‌ها بودن که در اطراف مدینه زندگی می‌کردند اما از کتاب خود آگاهی نداشتند. در دوران مکی که اصلا یهود و مسیحی نبود صورت ولی در دوران مدنی چند تایی که بودن هم که از کتاب‌های خود آگاهی نداشتند. تنها یک مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم در 12 سالگی خودشان با یک راهب و کشیش مسیحی به اسم بحیرا ملاقات کردند. با او فقط برای چند لحظه بود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو از تورات انجیل نگرفتن. چرا؟ چون اولا به زبان‌های آگاهی نداشتن و ثانیاً با هیچ یهودی و مسیحی ارتباط نداشتن که این کتاب‌ها رو بتونن از اون بگیرن و نقل بکنن. دیگر جواب‌هایی که می‌توانیم به این سوال اینها که میپرسن و میگن که قرآن از کتب مقدس یهود و نصارا گرفته شده ما میتوانیم این پاسخ بدیم اینه که الله جل جلاله در قرآن عظیم‌شان خودش فرموده تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها خبرهای غیبی است که ما به تو وحی میکنیم. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نه تو و نه قومت قبل از هیچی از خبرهای غیبی شما آگاهی نداشته. اگر بالفرض قرآن از کتب قبلی می بود اون موقع یهودی‌ها و مسیحی‌ها اعتراض میکردن که این آیه غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه در کتب ما ذکر شده، این خبر غیبی نیست، در کتب ما ذکر شده. پس معلوم میشه که این قرآن کریم از جانب الله جل جلاله هست و از کتب یهود و نصارا گرفته نشده. اگر بالفرض این آیه برخلاف آیه می بود و از کتب یهود و نصارا گرفته میشد اون موقع یهود و مسیحی ها می آمدن و میگفتن که نه این آیه غلط است و بلکه قرآن از کتب مقدس و از یهود و نصارا از کتب اونا گرفته شده. جواب بعدی ما این است که خیلی از جاهای قرآن و انجیل و تورات رو که ما با هم دیگر بررسی بکنیم میبینیم که کاملا اینا با هم دیگر ضد هستن. مثلا در انجیل شما آمده که حضرت هارون بنی اسرائیل رو دعوت کرد که بنی اسرائیل بیاین گوساله پرستی کنید، بیاین گوساله رو بپرستید، در حالی که در قرآن ما آمده که حضرت هارون علیه السلام در مقابل گوساله پرستا ایستادگی کرد و بعد وقتی دید که توانایی نداره اون موقع کنار کشید. این دقیقاً مخالف هم دیگر است. در انجیل آمده که هارون به طرف گوساله پرستی دعوت داد اما ممانعت کرد. پس معلوم میشه که قرآن از انجیل گرفته نشده. یا این که مثلا در تورات آمده که خدا وقتی که حضرت آدم رو آفرید و حضرت آدم رفت از روی درخت ممنوع خورد اون موقع خدا پشیمان شد. خدا گفت که ای کاش که آدم رو نمی آفرید. خدا پشیمان شد. در هیچ جای از قرآن کریم چنین چیزی نیست که خداوند متعال از خلقت آدم علیه السلام پشیمان شده باشه، بلکه چه بسا آیات و احادیث است که الله جل جلاله افتخار میکنه به انسانها، در جلوی ملائکه حتی افتخار میکنه به انسانها، به مسلمانها. و در انجیلی که شما تحریف کردین از سه تا خدا صحبت میکنه، از پدر و پسر و روح القدس، در حالی که در قرآن ما همیشه از توحید صحبت میکنه، میگه قل هو الله احد الله الصمد، الله یکی است. پس معلوم میشه که قرآن و تورات انجیل با هم دیگر خیلی تفاوت داره. در کتاب شما یهودی‌ها و مسیحی‌ها آمده که خدا موهای خیلی پیچ پیچی داره، اعوذ بالله، خدا موهای پیچ پیچی داره. یا در جای دیگه میگن که خدا آمد با حضرت یعقوب کشتی گرفت، الله آمد با حضرت یعقوب کشتی گرفت و بعد حضرت یعقوب خدا رو به زمین زد. این کفریات و چرندیات شما به تورات انجیل اضافه کردن، در حالی که در قرآن کریم هیچ چیزی از این کفریات و از این چرندیات نمیباشه. در کتاب شما آمده که حضرت سلیمان یک شخص شهوت پرست و یک پادشاه ظالم بوده، نعوذ بالله،
و در دوران خودش بتپرستی رو رواج میداده، در حالی که در قرآن کریم آمده که یک پیامبر بزرگ الله جل جلاله بوده که عمر خود در خدمت دین و در خدمت توحید بوده. پس معلوم بشه که قرآن کریم از کتب یهود و نصارا گرفته نشده. همچنین جوابهای دیگری که ما میدیم اینه که قرآن آمد و تحدی کرد و تحریفایی که یهود و نصارا در تورات و انجیل کرده بوده اونها رو برایشان نشان داد، برای اونها مشخص کرد، آیات زیادی از قرآن رو بیان کرد که چقدر یهود و نصارا تورات و انجیل رو به دستای خودشان تحریف کردند. و از جوابات دیگر اینه که اگر بالفرض پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن رو از کتب یهود و نصارا کپی میکرد و از اونا میگرفت، پس چرا آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم گفت که این قرآن به وسیله جبرئیل از جانب خدا نازل شده؟ آیا هیچ کس نبود که بگه که تو دروغ میگی؟ نعوذ بالله، این قرآن خب از کتب تورات و انجیل کپی برداری کرده، تو دروغ میگی که از پیش خدا. اینایی هم این نصی که در تورات و انجیل هست و این هم کپی برداری تو از اونجا کپی کرده اینجا نوشتی. چرا در طول تاریخ یک نفر نیامد در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتراض بکنه که تو دروغ میگی که اینها از جانب خدا آمده، بلکه اینها همه از تورات و انجیل گرفته شده؟ و جوابات دیگر اینه که اگر بالفرض پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ بگن نعوذ بالله که از جانب خدا هست، در حالی که رفته باشه از کتب تورات و انجیل گرفته، پس چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهور بودن به محمد امین؟ چرا همه به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن امانت دار؟ چرا همه میگفتن که او صادق است؟ حتی چرا ابو سفیان که دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود در پیش کرد گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی شخص راستگویی هست و هیچ وقت خیانتکار نبوده. در زمانه خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق بود. یک شخصی که اینقدر صادق باشه هرگز امکان نداره که او دروغ بگه و هیچ کسی هم نباشه که جلو رو بگیره و برای بگه که تو دروغ میگی، اینها از جانب خدا نیست بلکه اینها از کتب گذشتگان گرفته شده. اینا همه گوشی از جواباتی است که ما به شبهه میدیم که مطرح میکنن و میگن که قرآن کریم از کتب مقدس تورات و انجیل گرفته شده. ما میگم نه، قرآن کریم کتاب الله جل جلاله است، کلام الله است و الله جل جلاله مستقیما بر قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده. یک جواب دیگه اینه که شناخت سبب نزول آیات که بحث قبلی ما بود خود دلالت بر این میکنه که این قرآن از کتب گذشته ها گرفته نشده. چرا؟ یک واقعی اتفاق میافتاد بلا فاصله آیه نازل میشد، یا یک سوالی کسی میپرسه جوابی شد. اگر این از کتب قبلی گرفته شده خب باید نشان داده میشد که از کجای کتب قبلی گرفته شده، در کتب قبلی در کجای اون چیزی ذکر شده. و چرا از علمای بزرگ یهود و نصارا کسایی آمدن و مسلمان شدن؟ شخص مثل حضرت عبدالله بن سلام حافظ تورات بود، تورات رو حفظ بود، چرا آمد و مسلمان شد؟ اگر قرآن از تورات گرفته شده خب اون میفهمید که قرآن از کجای تورات گرفته شده، بلافاصله میگفت که ما تورات حفظ هستم، این قسمت این آیه رو تو از فلان جای تورات گرفتی. چرا آمد مسلمان شد؟ این مسلمان شدن دلیل بر این است که این قرآن کریم از کتب مقدس یهودی ها و مسیحی ها از تورات و انجیل گرفته نشده. سبحانك رب العزة عما يصفون.